زن دویم را برازگی زن یکم گرفتم. آنها با همدیگر رفت و آمد دارند. پدر زن دویم درک نداشت. ما 2 سال زندگی کردیم. حاضر پدرش با خبر شد و نمیخواهد ما زندگی کنیم. زن دویمم 38 سال دارد. من هر دویش را دوست می‌دارم، اما پدر زن دویم نمیماند. چی کار کنم؟ یعنی کدام برادری بود است که صاحب 2 زن بود است. مقصد در حالت گرفتن زن پدر آگاهی نداشته است. الحال که آگاه شده است نمیگذارد که مقصد اینها زندگیشون را دوام دهند. برای همین برادرای عزیز بینین اسلام ما و شما پدر و مادر آگاه کردنش یکی از ضرورات همین زندگی و ضرورات نکاح است که پدر و مادر آگاه کنی که من شوهر کردستم، یا آگاه کنی که من زن گرفتستم. پیامبر اسلام درود خداوند بر او باد می‌فرمایند حجامه شفای امتی من است. شما اگر از بیماری‌های فشار بلنده، استرخ اندروز، رادیکولیت، پروستاتیت، گریژا، روماتیسم، بیماری‌های سیستم خونگرد، فشار خون، بیماری‌های دل، درد سینه، تنگی نفس، درد سر و درد چشم و یا اینکه خیرگی چشم و این چنین از وزن زیاد یا اینکه کم وزنی رنج میبرید، حتما در رقم‌های روی اکران بوده در تماس باشید. بختیار حجامه در خدمت شما است. سراغای ما شهر مسکو، ورخناپولیا، دام 48 در نزدیکی بازار صدوات. حتما در رقم‌های ما در تماس بروید. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسوله الکریم و علی آله و صحبه اجمعین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران عزیز، برنامه‌ای که من امروز برای شما جدا کردم من از 2 قسم کردم. قسم اولی او که در اولش حدیثی را برای شما دقیقه های زیاد در معنا کردم که خیلی که تاکید کردم که بسیار برای امروزه ما، برای این ساعت ما شنیدن این حدیث ها بسیار مهم است. از این لحاظ من در این قسم دوم این برنامه برای شما یگان پیش گفتاری نمی کنم، زیرا که سوال های زیاد در پیش دارم. فقط میایم به سر سوال ها و انشاءالله جواب هایی که آماده هستند. میایم خواهرها و دادرای عزیز به سر سوال هایی که در پیش من هستند. بابای حاجی نکاح را همه شخص کرده میتواند یا تنها داملا ایشان و شیخ ها میکنند؟ یعنی نکاح را سوال کردن این دادر است، خواهر است که آیا فقط باید داملا یا ایشان یا یگان مقصد شیخ است یا نفری مثال اهل علم میکند یا هر نفری هم نکاح را کرده میتواند؟ برادران عزیز و گرامی، بهتر و خوبترش همین است که نکاح را یک نفری که حقیقتا علم داشته باشد و دانشمند باشد، بازم این تقوا داشته باشد، این نفر نکاح کند بهترین می شود. چگونه که در کتاب ها میگد مرده را اگر یک نفر آدمی صالح، یک آدمی بگیم که نیک وقتی میشوید یا را یک آدمی صالح خوب کفن میکند یا تابوت او را میبردارد، همه اینها به نفع همون آدمی مرده است.
یا در دنیا ببین با یک آدم دانشمند وقتی که می نشینی چقدر ثواب میگیری. شاعرها میگه به دانایان دمی ارزد جهانه، نه ارزد صد سری نادان بنانه. با آدم دانا نشستن ارزش دنیا را دارد. برای همین نکاح هم که عبارت بسیار از یک سنت زیبای پیامبرمان هست. اگر انمون داملاهای گفتگید، ایشانهای گفتگید، شیخهای گفتگید، اینها بیاین و اینها نکاح کنن، اینها دست بردارن برای زندگی خوبی تو دعا کنن، البته نور بالای نور میشه. بهترین هم همین است که منم توصیم هم همین است که همین نفرهای آدمای صالح و دانشمند نکاح را کنن، انشاءالله خیر خوب است. به نزدیکی خدا خواهد پسردار می شوم. می توانم یک گوسفند در روسیه، یک گوسفند دیگر در تاجیکستان پدر و مادرم ذبح کنند و گویند که در چند روز باید عقیقه کنیم. نفرهایی که می خواهند گوسفند ذبح کنین موافق به سنتی که معین شده است، روز هفتم روزی گویم ذبح همان گوسفندا هست. یعنی برای بچه 2 گوسفند، برای دختر 1 گوسفند. شما در کجایی که اگر اینها را ذبح کنین فرق ندارد، همه جاش انشاءالله نزد الله مهربان قبول است. فقط حرکت کنین که همون گوشت ها را آدمای کمبغل و نادار و بیچاره را بتین در حق فرزندان دعا کنند. همچنان در برابرش مقصد موی سری او را تراشیدن به وزن او، یعنی شاید 50 سامان شاید 100 سامان می شود، او را هم در یک بیچاره و ناتوان دادن و همچنان پیش یک اهل علم برده و او را تحنیک میگن، یک خرمای اصل در مثال دهن کودک شیرین میکنن و بعد از آن در حقش دعا میکنن و نام خوبش میگذارن. یعنی اینها همه باید تا 7م روز باید انجام شد. در 7م نشید 14م، 14 نشید 21. تا همین روزه ما میتونیم که یعنی این کارهایی را که برای نوزاد انجام تیم در همین مدت ما میتونیم این کارها را انجام تیم تا آن ثوابهایی که در حدیث آمده است انشاءالله برخوردار شویم. سوال دیگر، 2 همسایه با هم جنگ می شوند، یک تاش خوب هست یکی دیگرش بد است. ما در همین جا به هر دویش یک رفتار کنیم یا با خوبش خوب و با بدش بد؟ البته به البته برادران و خواهران عزیز، هر یک همسایه که ما داریم خواه خوبن خواه بدن، در عوض بدی نیست. شما حرکت کنید که با انسانهایی که مقصد بسیار بدسیگالن، بد نیتن، بد فعلن، شما هم خودتان با اونها همرنگ نکنید. شما هم خودتان مقصد از زمره اونها نکنید. شما برعکس به خدای مهربان پناه طلب کنید که الله مهربان شما را از زمره مقصد نفری که بدسیگال و بدفعل و بدسخن و بدرفتار است شما را از زمره او نگرداند. لیکن با همه اینها برادر عزیز رفتاری نیک کنین، گفتارهای نیک کنین، مصلحت تین، انشاءالله از خدا امید است که شما در این عملهاتان پیش خداوند پاداش بگیرید. خب در حق نصرانی ها دعای نیک کنی از دین خارج می شوی یا نه؟ یعنی در حق نفرهایی که انا نصرانی هستند، مسلمان نیستند، آیا ما مقصد حق طلب مغفرت داریم یا نداریم؟ در حق نصرانی برادر عزیز برای هدایتش دعا کن که خدای مهربان هدایتش کند، خدای مهربان او را محبوبیت قرآن و اسلام در دلش جای کند. با نصرانیت
با آدمای نصرانی، با آدمای غیر دین، یعنی مقصد در یک شرکت، در یک کارخانه یا همکاری کردن، اینها اجازت هست. یا با آدمای غیر دین صدقه کردن، غیر صدقه های فرضی مثل صدقه مثل زکات، مثل مقصد صدقه فیتر، دیگر صدقه هایی که نفلی هستند یا صدقه های مقرری که هستند، اونها را دستشون بگیرن، هیچ چی باقی ندارد. فقط یگانه از چیزی که اونها از جانب ما و شما محرومن، ما حق طلب مغفرت کردن در حق اونها نداریم. برای همین یعنی نمیتونیم که ما طلب مغفرت گناه در حقشون کنیم، ولی دعای هدایت که هدایت بیابند، خدای مهربان میل اونها را، خواهش اونها را به سوی دین اسلام گرداند، این دعاها را کرده میتونه. و با نصرانی ها یا با آدمایی که بگیم اهل کتابند بسیار معامله خوب کنید، بسیار رفتارهای خوب کنید، دستگیریشون کنید، حرمتشون کنید. انشاءالله فرموده قرآن ما و شما هست، فرموده دین ما و شما هست. سوال دیگر، بابای حاجی، من صاحب 2 زن هستم. زن دویم را برازگی زن یکم گرفتم. آنها با همدیگر رفت و آمد دارند. پدر زن دویم درک نداشت. ما 2 سال زندگی کردیم. حاضر پدرش با خبر شد و نمیخواهد ما زندگی کنیم. زن دویمم 38 سال دارد. من هر دویش را دوست می‌دارم، اما پدر زن دویم نمیماند. چی کار کنم؟ یعنی کدام برادری بود است که صاحب 2 زن بود است، مقصد در حالت گرفتن زن پدر آگاهی نداشته است، الحال که آگاه شده است نمیگذارد که مقصد اینها زندگیشون را دوام دهند. برای همین برادرای عزیز بینین، اسلام ما و شما پدر و مادر آگاه کردنش یکی از ضرورات همین زندگی و ضرورات نکاح است که پدر و مادر آگاه کنی که من شوهر کردستم، یا آگاه کنی که من زن گرفتستم، تو اونها از این چیز برخوردار شوند. آگاه نکردن این مقصد آفتش، این مشکلاتش. لیکن مادامی که اگر شما زندگیتون چند سال شد رفتیست، در این حالت شما طلاق نکنین، مقصد صبر کنین، بگذار هر یک قهری که دارد، هر یک نازی که دارد، هر یک غضبی که او پدر دارد حق دارد، زیرا که عیب ای طرف شما شدگی است، کمبود از طرف شما شدگی است. همین حالت برادر عزیز خودت در دختری خودت مقصد همین تخمین بزن، یا همین حالت پیش نظری خودت بیار که دختری تا اگر همین کار کند، آیا تو هم مثل همین مردک آیا رفتار نمیکنی؟ برای همین در این حالت اکو صبر کن و انشاءالله طلاق نکن. آیسته آیسته انشاءالله یکدیگر فهمی می شود و نزد همین پدری گویم همین آیلت میره، یگان بخشش میپرسی، یگان خواهش میکنی، یا مقصد یعنی دل میاوی، یعنی کار میکنی که خدا خواهد همون آدم در نسبت تو یگان نفرت، یگان بدبینی پیدا نکرد. انشاءالله از خدا امید است که این کار شدنی هست. بسیاری از برادران از ما میپرسند که با طریق تلفن هم آیا همون مقصد صحیفه اساسی بگیم یا شبکه اساسی که حاجی بابا شما مقصد از او برآمد میکنین و شما مقصد
در کدام صحیفه یا در کدام شبکه هستین برای ما مقصد همورا آگاه کنین. برادر عزیز و گرامی، همین صحیفه بگیم یا شبکه ای که من چندین بارها شما را برای هم دستگیری و هم جانبداری و هم دعا کردن